برنامه گذار دموکراتیک ایران. برنامه گذار دموکراتیک ایران، فصل اول، مقدمه. ماده 1، تعاریف و کلیات. بخش 1، فلسفه گذار. گذار سیاسی ایران از یک نظام اقتدارگرا به یک نظام دموکراتیک، حقوق محور و مردم سالار یک ضرورت تاریخی و اجتماعی است. این گذار نه یک انتخاب سیاسی بلکه پاسخی به دهه‌ها سرکوب، تبعیض، فساد ساختاری، بحران‌های زیست محیطی، فروپاشی اقتصادی و نقض سیستماتیک حقوق بشر است. هدف این سند ارائه یک چارچوب جامع، عملی و دموکراتیک برای مدیریت این دوران حساس است، دورانی که باید با کمترین هزینه انسانی، بیشترین شفافیت و بیشترین مشارکت مردمی اداره شود. بخش دوم، هدف سند. این سند با هدف ایجاد یک نقشه راه روشن برای موارد زیر تدوین شده است: تثبیت کشور در ماه‌های نخست، تضمین حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، ایجاد ساختارهای سیاسی و حقوقی دموکراتیک، بازسازی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، اجرای عدالت انتقالی و تضمین عدم تکرار، مشارکت فعال مردم، اقوام و مناطق، ایجاد اعتماد عمومی و پایه‌گذاری یک نظم سیاسی پایدار. بخش سوم، تعریف دوران گذار. دوران گذار به دوره‌ای گفته می شود که از پایان نظام اقتدارگرا آغاز شده و تا تشکیل دولت دموکراتیک منتخب مردم و تصویب قانون اساسی جدید ادامه می‌یابد. این دوره باید کوتاه، شفاف، پاسخگو و محدود به وظایف مشخص باشد. بخش چهارم، اصول بنیادین سند. این سند بر پایه اصول زیر تدوین شده است: کرامت انسانی، آزادی و حقوق بشر، برابری کامل شهروندان، عدالت اجتماعی، تنوع فرهنگی، زبانی و قومی، مشارکت مردمی و محلی، شفافیت و پاسخگویی، استقلال قوا، عدم تمرکز قدرت، توسعه پایدار، صلح محوری، عدالت انتقالی، تضمین عدم تکرار چرخه خشونت. ماده دوم، اصول راهنمای حکمرانی دوران گذار. بخش 1، حاکمیت مردم. یکم، حاکمیت از آن مردم است و تمامی نهادهای دوران گذار موظفند اراده مردم را مبنای تصمیم گیری قرار دهند. دوم، هیچ نهاد نظامی، امنیتی، سیاسی یا مذهبی حق مصادره حاکمیت مردم را ندارد.
بخش دوم، برتری حقوق بشر. 1. حقوق بشر مبنای تمامی قوانین، سیاست‌ها و تصمیمات دوران گذار خواهد بود. 2. هیچ نهاد یا مقام سیاسی نمی‌تواند حقوق بنیادین بشر را نقض، تعلیق یا محدود کند. بخش سوم، شفافیت و پاسخگویی. 1. تمامی نهادهای دوران گذار موظفند تصمیمات، بودجه‌ها، قراردادها و عملکرد خود را به صورت عمومی منتشر کنند. 2. نهانکاری، فساد و راندجویی در دوران گذار جرم سنگین محسوب می شود. بخش چهارم، مشارکت مردمی و محلی. 1. مردم، اقوام و مناطق باید در تصمیم گیری های محلی و ملی نقش مستقیم داشته باشند. 2. شوراهای محلی و منطقه‌ای بخشی از ساختار حکمرانی دوران گذار هستند. بخش پنجم، عدم تمرکز قدرت. 1. تمرکز قدرت در پایتخت باید کاهش یابد. 2. اختیارات اجرایی، اقتصادی و اجتماعی باید به مناطق و نهادهای محلی واگذار شود. بخش ششم، استقلال نهادهای دوران گذار. 1. نهادهای دوران گذار باید مستقل از احزاب، گروه‌های مسلح، نهادهای امنیتی و منافع سیاسی باشند. 2. هیچ فرد وابسته به نهادهای سرکوب رژیم گذشته حق تصدی مقام در نهادهای کلیدی دوران گذار را ندارد. بخش هفتم، صلح محوری و پرهیز از خشونت. 1. دوران گذار باید بر پایه صلح، گفتگو و مدیریت غیر خشونت‌آمیز اختلافات اداره شود. 2. استفاده از زور تنها در چارچوب قانون و برای حفاظت از جان مردم مجاز است. بخش هشتم، عدالت انتقالی. 1. رسیدگی به جنایات گذشته باید عادلانه، شفاف و مطابق استانداردهای بین المللی باشد. 2. هدف عدالت انتقالی انتقام نیست، بلکه حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار است. هموطنان گرامی، جهت دریافت متن کامل برنامه گذار دموکراتیک ایران لطفاً به لینک زیر مراجعه فرمایید.